حاجی ما تو زدیم بازی. ای کلام علی زدی. باز خفه شد علی. اشکاور میزنی چرا؟ خوردی تو؟ نمیدونم. اشکاور بابا دیگه کافیکش خفه شدی. 13 به در. نان خوش. حاجی فکر می‌کردم تنظیمات دوربین درست کنم دندونامو سفید نشون میده ولی همچنان زرده. واقعا این مشکل نوره نگاه دندونای هست سفید. رفتم حمامجم برق رفتم. اونم پشماش اونم رفته دقیقاً مثل من رفتم همون برق. ولی خاطر همین دیر اومد دیگه. رفته و همون یه برق رفته. تو تاریکی تا حالا جغ زدی. بچه الان قراره اینجا بساط کنیم. خب نگاه نکن کوکش میرم با مشت میزنمش. ببین میدونم الان برگشتی داری ویدیومو تو یوتیوب نگاه میکنی. خب یه لباس کرمی پوشیدی با یه شلوار مشکی. خب دم دهنت. اگه ندیدم خب بچه‌ها قراره اینجا بساط کنیم. خب اینجا جای خوبیه به نظرم. این طرف اینجا محوطه خوبیه همینجا بساط میکنیم. بساط منظورم میشینیم شروع میکنیم 13 مون رو مثلا به در کنیم. ببینیم 13 به در باید چه جوری به در بشه دقیقاً. ببین الان ما فرش نداریم خب ولی خب زمین کلا فرش ما حساب میشه. توش آتیش روشن کردن. باورم نمیشه توی یه درخت یکی بیاد آتیش روشن کنه. این دیگه بیشعوری من تا یه حدی واقعا نمیفهمم. فندک داری؟ گوزو بیشرف. اومدیم 13 به در ولی امروز 13 هم نیست بچه‌ها. چرا الان اومدیم 13 به در؟ حالا اینکه این 13 به درش رفته. این دن باباش پولدارن میره شمال و بیرون و ما نه. من دعوام شد تو خونه نشستم من نرفتم قهر کردم اونا رفتن بعد دعواشون شد برگشتن. او اصلا که ما الان اینجا امروز 17 همه. امروز چندمه؟ آره 17 هم. امروز 17 همه و ما به جای 13 به در 17 به در اومدیم بیرون که عقده‌هامون رو خالی کنیم. چرا نگو درسته. چرا نگو. چی درسته؟ خودت میگی تیپ بگ بزن داش. شبیه کاگان شدم. الان چیه؟ این چیه الان خدا وکیلی؟ همش تقصیر تو گیر داده به من گفتی از اینا بپوشم. چیو بدم بالا؟ بابا کیف جا جیب نداره جیب درست حسابی. من اینجوری کنم گوشیم میفته میشکنه. حاجی بیا چند تا عکس بگیریم. من عکس ندارم. بگیر عکس میگیره بگیر حالا خودکار عکس میگیره. بگو عکس خودش عکس. عکس میگیره آره. عکس. بعد موهاتو چجوری تو میخوای درست کنی؟ نه موهای پشمام چرا اینجوری شد؟ افتاد اینجا کثیف شد؟ آره ببخشید پیرمرد از اون دور داره نگاه میکنه حس می‌کنم روم نظر داره. بچه‌ها دیشب یه خوابی دیدم. خوابه رو بذار الان برات تعریف کنم. دیشب یه خوابی دیدم. خواب دیدم این شوگرما نمیدونم چرا من داره خواب شوگر مامی میبینم ولی هی خواب شوگر مامی دارم میبینم. شبیه یکی از این بازیگرای چیز بود. اومده بود بچه‌ها به زور می‌خواست مثلا چیز کنه که یهو دندوناش تیز شد. شبیه فیلم فرام هست. یهو میاد جلو دوربین دندوناشون تیز میشه. شبیه اونا شد. من ریدم تو خودم. گفتم الان میکنه میبره خواجه میشه. بعد من داشتم داد میزدم تو خواب. بعد از اون خوابه یهو پریدم یه خواب دیگه. تو کل روزای عادی ما همین شکلی مگه نیستیم؟ یعنی اگه 13 به در اینجوریه یعنی با اینجوری چیز کنیم. احتمالاً فکر کنم باید اینجوری الان دراز ما باید بکشیم. اینجوری کنیم که 13 به در کنیم. 17 به 17 در بکنیم. بخون حاجی گربه فکر کنم خونگی یا نگاه دارن میدونن دنبالش. بخون تو. میگه که نگاه کن. انگار نیمه ای از من نیست و نیمه ای از من نیست انگار درون دردم دکتر میوتت کنم. شوخی میکنم با اینا. این خواننده است. انگار نیمه ای از من. باور کن خونه میموندیم بهتر نبود؟ آره. والله خودم چک رفت. این خوابای من به واقعیت میپیوست همتون پولدار بودید. باور کن شوگره رو تقسیم میکردیم. چیز مال اموال شوگره رو تقسیم میکردیم. اینجوری پولاشو باز میکردیم. میدونم نصف تقسیم بر 3 میکردیم. کانالشو دارم ها. تو کانالش باجی اینا دارم میرینه یه آبه. چی میگی؟ تو کانال شوگریابی چیکار میکنی؟ چیزه اد اجباری یه باتی بود. راستی من دارم بات خوب هم داره. بچه‌ها من نمیدونم چرا توش جوینم. من نمیدونم واقعا چرا توی این چنل باید جوین باشم ولی جوینم. این که روبیکار. آقا بذار یه چند تا این مورداش بخونم. کفشو زد کو. باجی کفش من پاره است. کش بدوز پاد. اینیا اینجا پاره است. پدر و مادرت فوت کردن.
قبر جفت. نکن بابا داری میکشیشون. با چی میکنیش؟ یا اینجا ببین اینو بدوز حضرت عباس مرامی بدوز بابا تشنج پول ندارم بدوز کش. ببین بچه‌ها یه دونه کانال شوگریابی دارم. ببین الان چند تا مورداشو براتون میخونم. خب حاجی عجب 13 به دری آوردم تا حال میکنی عشق کن. بعد برو بگو محمد بده. این پیامای من چرا بالا نمیاد؟ قرصیه حاجی اون معتادی؟ نه بابا ویتامینه. بابا اینا ساقی تو. اینا چیه؟ این چی گوشیه؟ این پاور بانکه؟ دقیقاً تکنولوژی. تکنولوژی. بچه‌ها یه مورد پیدا کردم وایس تو ساکت. ببین مشخصات هشتگ شوگر مام بی بی. تاریخ تولد 1366. چند میشه 48 سالش. خوبه دیگه چروک نشد شده. تحصیلات ارشد، آنلاین شاپ داره شغلش، درآمدش 100 میلیون تومنه، محل زندگی دارم میرینم. کیه تو 13 به در میره. زاهدانه بچه‌ها زندگی میکنه. قدش 160 کوتاه، وزن 71، چاقه اینجوری گرده طرف. ساپورت ماهیانه 40 میلیون. 40 میلیون ساپورت میکنه. آره دیگه پنن نوشته تو بیا ساپورت 40 میلیون ساپورتت میکنه. نمیدونم ریال نوشتی یا تومن. شرایط بچه‌ها مجردم قبلا یک بار ازدواج کردم. دلیل جدایی معتاد بودن شوهرم نبود بلکه خودم بود. خیلی اذیت میشدم همش خونه بودم و اون دیگه منو طلاق داد. وقتی فهمیدم دیگه مصرف نکردم و پولامو جمع کردم. آفرین. مهریه‌مو گذاشتم اجرا. بعد بقیهش بعدش چون 1369 سکه بود فقط 500 تاشو داد و دیگه رفت زندان. الان که جدا شدم خدا رو شکر وضع مالی و حتی ظاهرم خیلی خوب شده. هزینه معرفی 399,000 تومان. خب نوشته هزینه معرفی 399,000 تومان. شماره نمیده. بعد من میدم. یا بیرون از تلگرامم. من میدم. کش مهریه گرفته. مهریه معتاد بوده. فهمیدی چی شد؟ ببین معتاد بوده یارو. زنه معتاد بوده. از این سیاهای کثیف بو میدن از اینا بوده. عرق میکرده کثیف بوده. معتاد بوده. شوهره گذاشته رفته چون این معتاد بوده. دیگه که نمیکشیده ول کرده رفته. خب بعد این رفته ترک کرده زنه. بعد رفته مهریه‌شو گذاشته اجرا. این چیه؟ بابا آبه ولش کن. گذاشته یعنی معتاد که بوده. خرخکی معتاد بوده نمیداد. حالا کاری ندارم چه جوری بوده. شوهر ول کرده رفته حق داشته دیگه. درسته حق داشته. بعد این خوب شده رفته مهریه‌شو گذاشته اجرا. خارم شوهر رفته زندگیشو داشته می‌کرده دیگه ول کرده این که چه معتادو. الان 500 تا سکه بچه‌ها داده بعدش رفته زندان. باخت داده بعدش رفته زندان. شکست عشقی خوردی؟ خب آره و کی 3 سال با طرف باشی. گوشی تو دستشو عوض کرده. گوشی تو دستشو عوض کرده؟ عوض کردم. عوض کردی؟ خب چی شد حالا؟ خیانت کرد با چی؟ با گوشی؟ نفهمیدم چی گفت. خب آخه داداش من کیم الان؟ من کیم؟ نه محمد چی؟ اتم. ویدیوهای من چی داره نشونت میده؟ رفتی چی کار کردی؟ چرا داری 13 بدن منو خراب میکنی؟ راست میگی. من دارم میگم نکن از این کار. اگه میکنی یه جوری بکن از این کارا که بعداً آسیب نبینی. یعنی مثلا یارو رفت بگی خب رفت دیگه خداحافظ شما. میدونی؟ این شکلی یعنی زندگی کن. فقط پول. چه شبیه انه؟ بابا نفوش نمیشه دهنم. ساق پاهم درد میکنه. بریم کفتر بازی کنیم. پشتوان ما جا داره. خب تا آجر میچینیم. کفتر مفترامونو میاریم اینم میاریم. این نزیمشان اونجا. از ساقای اینجوری پرشون میدیم. آجی زمین خیسته. من درک پاش بریم کمردرد میگیریم الان. کمردرد میگیریم الان؟ نه ترس بابا علی اینجاست. به من چی؟ بدنم نرم. بابا خب منم هی نگاه کن اینجا رو. آجی الان فکر میکنه کت خوری. هر کی داره رد میشه نگاه میکنه. خدا کت نیستی. دنبال کسب و کار حلالی. باورت نمیشه من ژیمناستیک رفتم. واقعا ژیمناستیک رفتم خیلی بدنم نرم بود. نگاه کن. بیا اینجا. نخندو. آجی کمرم واقعا نرمه. تا یه مسافتی راه میام. خب فیلمای ترسناکو دیدی آنابلو اینا رو دیدی؟ آجی میتونه رود ادیت بزنه بندازه صورتت. آره ادیت بزنم صورتمو با آنابل عوض کن دارم. چرا منو میکشی؟ ای واسه اینم شلی یا سفت چی بودم حالا؟ شل موشیاتونو برداریم بذاریم اون ور. بابا اینجا خفگیر زیاد داره. اینجا محل خودتون نیستا. اینجا
چه سفیدی تو 13 به در که بدون چیز تغذیه مغذیه حال نمیده آجی. بیا یه تغذیه واسه بچا چیز آوردم، خوراکی آوردم، بشینیم بخوریم 13 اونو به در کنیم. لیتس گو. بچه‌ها هویج آورده. نه این برای اینه علی. گوجه و هویج میخوای سالاد درست کنی؟ این برای تو. اینه برای تو آوردم. دیپ میخوام. نمیخواد بیا برای تو. دیپ برای منه. دیپ میوه بهشتیه داداش. این برای تو. نگاهش کن. قشنگ کجا مونده دیگه. میوه پایین شهریه. رو شد اینجا. آه کثیفه. تلخه. یه گاز به من میدی؟ با الان واقعا میخوای اونو بخوری؟ خب بخور. تهش تیکه بذار به من بمانه. تهش تو اون ورشو خب توف نکردی که. تهش چرا اینا چیه؟ مجبورم کثیف شده بود. اشکال نداره. محمد چه خوشمزه است. خب محمد نوش جان داداش. الان یه ترکیبی میذارم. گوجه رو میاری خب. نه گاز ازش میزنی. هویج رو میکنی توش. یادش میافتی. تو بگی بقیه‌اش تو بخور دیگه. من نمیتونم. 13 تا به در نکردی. اگه نخوری 13 خراب شده. رو من اینا نمیخوری اینو بگی بکن تو خون تو 13 به درتم. اما دعوا کردم تو خانه بهتر نیومدم. میماری رو شهر من. سبزه رو الان باید گره بزنیم یا بعدش؟ آخرش بعد سبزه گره بزنیم بعد آرزو کنیم. فکر کنم سبزه گره میزنن بختشون باز شه. از این کپک میداد. نیستش که میاد میگن استایل چند. بابا باشه پول داری چی شده؟ نه این هست که میگم استایل چند. این کفش اسلوواکیه. بابا این کنده زیرش. نه مدلش. اسلوواکی چی؟ اما مدل چرا نگو؟ بچا نگاه اینجاش این چوسی در میکنه. اینجاش دوخته، اینش هم کنده. آلمش نکن بابا. این اینور کلا کنده. بیا چیز کنیم. چمن نیاوردیم بعد گره بزنیم آرزو کنیم. آره. سبزه نیاوردیم. گفتم چمن. سبزه که نداری. داریم مگه سبزه؟ اصلا دیگه الان سبزه نیست که بخوایم چیز کنیم. آره. چمن گره میزنیم. دیگه سبزه است دیگه. نگاه اینا همه سبزه. اینا سبزه است دیگه. چمن گره میزنیم، عشق میکنیم. بعد آرزو کنیم. یا رزق اونیه داره صحبت میکنه. کم شعر بخون. بابا بیا بشین. حاجی اینجا رو خواستم حاجی بگم. ترکیب بعد آرزو کنیم، چمن گره بزنیم بچه‌ها. آرزو میکنم 4 تا. بچه‌ها تو کامنت ها خب هر آرزویی دارید بگید. من الان اینجا گره میزنم براتون. آرزوی هممون با هم چی میشه تا سال بعد ان شاءالله برآورده میشه. بعد تو کامنت ها حتما آرزوتون رو ببین. 5 ثانیه وقت داری قبل اینکه گره بزنم. خب کامنت ها بنویس آرزو تو. من اینجا گره میزنم برآورده. بیا پاپیون میزنم. انگشتم بزنم. آره پاپیون میزنم که آرزوهامو زودتر برآورده بشه. ببین اینجوری میگیریم. گره واسه پیچش بدم. اینجوری میزنم که من بیام. کجا بیاد؟ آرزو کن حاجی آرزو کن. آرزو میکنم پولدار شم. خیلی پولدار شم. آرزوامو پاره شد. آرزوام امسالم آرزوامو پاره شد. بذار یه بار دیگه ترای میزنیم. چیکار کنم؟ یه ترا چیه؟ یه گره بزن. آرزوامو رفت حاجی. بکش زود باش. یه دو تاش پاره شد. دو تا آرزوام بگو. بابا داری این دابت خب خوبه دیگه. یکیش مونده. به یکیش بنده. آرزوامو پاره شد. درخت شبیه کنه. بده من. توش گواهینامه است. جدی هیچ کس نمیتونه این تشخیص بده مال منه یا نه. میدونی چرا؟ چون بده من توش اصلا معلوم نیست هیچ. چجوری میخوام ثابت کنم این مال منه؟ الان واسه من اون یکی که معلومه. اینش روش نوشته محمد. رمز شما بلدم. توش پول نیست ولی خب کیفم کو. حاجی سیکس پک ها معلوم میشه اینجا. پشما خوبه. معلوم میشه؟ ان شاءالله که به همه آرزوهاتون میرسید بچه‌ها و به چمن شاید دروغه. ما میریم دعا میکنیم. میریم حاجی ماشین بابا اینو دیدی؟ جدیدترین اصلا الان مدل. میبینی واقعا ندیده ماشین بابامو پشمات میریزه. جدیدترین مدل تسلا خود ایلان ماسک براش ساخته. خودش جوشکاریاشو کرده. بیا ماشین بابای من چیزی نیست جز این شاهکار خلقت بشره. تعجب میکنی چرا؟
نه حرف بزنی سخنگوه. بهش بگو باز شو یه بعد بهش بگی باز شه بعد تازه این احساسات داره خیلی پیشرفته یعنی اگه باهات حال نکنه اصلا باز نمیشه مثلا باز شو نخند کن داشت یه لحظه باز میشی ناموسن حال کردی؟ خلاص از این جبه فرمان نداره نخند هر چیزی دستیش خوبه دیگه انگشتتو میکنی تو این دیدی باز شد تکنولوژیا حاجی هرچند به قلب قوی چی سالم نیست حاجی درش چیه؟ درش قفله وایسا بچه‌ها درو باز کن باز شد دیگه بازه بابا کونکش بازه رمز داره. حال میکنی؟ کجا آوردمه؟ آمدیم 13 مونم چیکار کردیم؟ در کردیم موهای من ببینم بابا برو تو هم با این ما این دستمالا به خرج میبندی درست میشه انگار نیمه